سلام، زهرا فود هستم. امروز میخوام براتون یه آبگوشت 2 نفره خوشمزه درست کنم. قبل از اینکه طرز تهیه غذا رو بگم، ویدیو رو لایک کنید، کانال رو ساب کنید و یه کامنت خوشگل بذارید و بریم سراغ ویدیو. خب بریم سراغ طرز تهیه. مقداری نخود میریزیم توی قابلمه، یه بسته گوشت آبگوشتی، یه پیاز درسته و یه گوجه میریزیم داخل قابلمه. یه مقدارم آب میریزیم روش، میذاریم روی شعله گاز. خب میرسه نوبت ادویه ها. زردچوبه، کمی فلفل سیاه میریزیم. بعدم نوبت آب میاد.